حضرت رقیه رو میشناسی؟ آره، دختر امام حسین 3 سالش بود، از عموش خواست که بره براش آب بیاره. آب آورد؟ نتون. فکر میکنی اگه تو جای حضرت رقیه بودی خبر شهادت عموتو بهت میدادن چیکار میکردی؟ خیلی بد بود، خیلی ناراحت شدم. تا حالا تشنت شده؟ آره. تا حالا شده تشنت بشه مثلا آبم دم دست نباشه؟ آره. چه حسی به دست؟ خیلی بد بود، خیلی بد بود، خیلی تشنه میشدم. بعد خیلی تشنت بشه آبم نباشه چیکار میکنی؟ خسته میشم دیگه، نمیتونم راه برم. اصلا میدونی اسیر یعنی چی؟ یکی ها بگیرن زندانیش کنن، بعد تا خیلی سالها تو. فکر میکنی یه روز اسیر بشی؟ نه. فکر کن یه مرتبه 10 تا مرد بزرگ که با بابات هم لج باشن و دشمن باشن. نه. ببین اگه یه روز یه آقای بیاد شما رو کتک بزنه به کی میگی؟ بابا. اگه بابات نباشه؟ چرا عزیزم؟ ها؟ چرا گریه میکنی؟ یه آقای بیاد بزنتت بابات هم نباشه عموت هم نباشه تقول ابويا الما عنده ابوياه اللي يشكي وين يباوع علي يا زميلي اشتغلوا يا ابو الما عنده ابويا يا اللي يشكي حساب کن کودکت هم زده گشنت هم هست تشنت هم هست عموت هم نیست بابات هم نیست هیچ کس نیست 50 تا 100 تا آدم بد دورت هم چیکار میکنی؟ اصلا فکرشم سخته خیلی. همون گریه میکنی؟ الان رقیه رو بهتر شناختی نه؟ خیلی سخت. آره.